اگه بخنده چک میخوری. اگه کنکور قبول نشین پلن بیتون چیه؟ شوهر. خب بچه امشب میریم با دوست پسر دوست دخترمون آشنا بشیم، وسایل مورد نیاز رو برمی‌داریم. امروز یه نامردی اومده این خط رو انداخته روی ماشین از اینجا تا اینجا. فکر کردم برای من مهمه. اصلا برای من مهم نیست. میدونی چرا؟ چون ماشین من اینه. اونم خودم انداختم. سلام خانم، یه لحظه میشه برام بزنید؟ خوش اومدین. بله حتما. فقط میشه تو ظرف خودم بزنید؟ مشکلی نداره، بیرون بر میخوایم باشه آره. دیگه. ماگتون رو لطف میکنید بدید. وسط این خیابونا دور از تو من جون و تنم خورده رو بغل بگیرم. الو. سبیل کجایی؟ من خونه؟ آره. باش. من میزاتو حساب کردم. هیچ دیگه نه. توضیح نده. تو چای قدی اونم سفارش شدم. من حساب میکنی؟